موتر بدون نمبر پلیت استاد نمیتواند، موتر شیشه را استاد نمیتواند. من میگویم چرا؟ میگوین اینا از جنرال هاست، از وزراست، از وکلاست. من میگویم ممکنه بین از یک تروریست نشسته باشد. با من میگوید بشر دوست 99% احتمالش است. این مواد انفجاری هیچ وقت در یک موتر عادی انتقال داده نمی شود. این مواد انفجاری در موترهای شیشه سیاه، موترهای نمبر پلیت خاص، موترهای زیردار، موترهایی که واوجیم است، در این موترها انتقال داده می شود. این در کدام سراچه انتقال داده نمی شود، چون سراچه استارت میکنن. اما میگوید اگر ما یک موتر شیشه سیاه را استارت کنیم فورا منفک هستیم. ما نباید، حتی من شنیدم که وکلا و هیئت اداری در معامله هستند که نمبر پلیت خاص خود رسمی کنند و کمیسیون مسئولیت متاسفانه برعکس نظر من از این حمایت میکنند. ما باید خودکشی سیاسی کنیم. ما مسئول قتل خون این مردم هستیم. ما اشک استحصال ریختن، تسلیت گفتن از یک لانکروزر سیاه خود تیر نیستی وکیل صاحب. از ملت و از قانون، از جهاد و از مردم حرف میزنی. ما از پیکا و داشکه خود تیر نیستیم، در حالی که همین استفاده می شود و ما بعد از مردم، از ملت، از امت حرف میزنیم. بیاییم که واقعا بپذیریم که اصل مسئولیت خون اینها